هدف چی میگه. باید بریم یک دونه قایقی رو پیدا کنیم که قابل تعمیر باشه. هدفهای مخفیمون هم مهم نیستش چون که یارامون باتن. اوکی باید بریم این قایقه رو بیاریمش پایین. پس این قایقمونه. خب باید چیکار کنیم؟ ای وای باید 3 تا قطعه واسه تعمیرش پیدا بکنیم. من فکر کردم هر کاری هست باید تو قایقه انجام بدیم. دیدمش آیتمه رو، یعنی خودش چیز کرد، مارکش کرد. خب رسیدیم به قایق. ببینیم جی پی اس رو باید کجا. اوکی جاشو مشخص کرده. بذاریمش سری بریم دنبال باقی های. دیدمش کم به یارمون که بهمون جون داد. فقط چرا انمی ها رو نمیزنن درست حسابی؟ چه عجب دارین یکی دو تایی میزنی. اوکی اسکله نزدیکتر داره 76 متر. بریم همین ور. شت چه شلوغ لعنت بشه. خب امیدوارم تموم شده باشم بزنیم. نه ظاهرا قصد تموم شدن ندارن. اوکی دیگه مجبوری باید تمومشون بکنم. خب تموم نشدیم. امیدوارم یکی دو تا فقط مونده باشن. نه مثل اینکه من قشنگ 10 دقیقه است دارم میزنمشون و تموم نمیشن. نمیدونم چی کار کنم. چقدر موندنم نمیدونم. چی میگی دیگه این وسط؟ اوکی تموم شد این دیگه ایشالله. خدا ریدم. اوکی به هدفش رسید واقعا. شیلد رو زمین افتاده. برم برش دارم. شیلدم. شیلد بابا بده یه 2 دقیقه شیلد رو بردارم. سریع شیلد دارم میمیرم. شت ولی خب ارزش نمیدونم داشت یا نه. شیلد خوبیش اینه که اگر یک دمیج خیلی وحشتناکی بهت بخوره جلوشو میگیره و شیلد از بین میره. اوضاع جونم افتضاحه. جای اسکلم انمی داریم. راحتمون نمیذارن ظاهرن. الان یارام تو حلقه من چرا نمیزننش؟ آخرم خودم زدم. اوکی این دره رو چه کنیم؟ اوکی باید بتر کنیم باز بشه. ایول خوب تایمی بهم جون داد و تیرام داره تموم شد. وای تموم شد. آیتمه ایول خودش مارک کرد کجایت باز. خب چی هستش؟ راداره؟ اوکی ببریمش سریع برسونیم به قایق. البته اگه تو بذاری. اوکی برش میداریم ببریم. من خدا ای وای بر من از جلو راش بریم کنار. یارامو بزن به دردم نمیخورن. همش مال خودت. همش گوشت. عجب سیسیه. خب ای وای تموم چرا نمیشین شما؟ چی کار کردی؟ اوکی نشدین. میخوام بردارم رادار رو. ای بابا ای وای مثل اینکه یه موج دیگه هم داره میاد. آره اومد. سریع رادار دهنمو سرویس کردی. چه موقع رفتن به مسیرش چه الان. وای چیزی یادم خشاب ندارم. اوکی تیرم تموم شد فکر کنم. خوب یه کلته اینه که انشالله که تموم شد. این دیگه تمام هم نشده باشه همینجوری میزنم میرم دیگه. برام مهم نیستش دیگه. با گفتن نه مسیرم ادامه دام. نه توف درود. اوکی برداریم ببریم. این باید کجای قایق بذاریم. وای جونم کمه 10 تاست. اوکی ولش فعلا رادار بذاریم به باقیش فکر نکنیم. دمش گرم خیلی به موقع هلات. الان نیاز داشتم. فقط میمونه بریم آیتم سوم که مارک کرده رو یعنی جاش مشخص کرده رو بریم پیدا بکنیم. ببینیم چی هست اصلا. چی نیاز داریم.
او صداهای خوبی که نمیاد. بعد ماشین نمیاد ولی نمیدونم چرا. خب عجیب خلوته. وقتی خلوته بیشتر آدم نگران میشه. خوبه دوره. بی خیالمون میشیم. اوکی 2 تا انمی فقط. و باز یه در دیگه باید بتره کنیم. او قبل از اینکه در باز کنیم بزنیم اینا رو. صدای بدی میاد. در رو باز میکنم که یه وقت اینجا خفت نشیم بدبخت بشیم. یه سیم خاردار تو آیتم هم هستش. بذارم ببینم میتونه جلوی اینا رو بگیره. دیگه سیم خاردار گذاشتم. دید نباید بتونم بیام. نباید بتونن. بس فرامن سیم خاردار گذاشتم. یعنی چی؟ این کره ازش رد میشن. اوپس یکی از یاران افتاد. اوضاع خیلی بیریخته. تازه من دارم میزنم اینا دارن میمیرن. خیلی جالبه. خب خوبه بهمون یه کمی تیر داد. میتونیم دووم بیاریم ببینیم کجا هست آیتمه. که بازم مجبوریم یه گله دیگه انمی درو بکنیم. خب شت. و یارام هیچ کدوم نمیزنن فقط در و دیوار میزنن. باز خوبه یک جعبه تیر پیدا کنم آخرش بود. نه انمیه رو به موقع زد. یه مودی کار میکنن یعنی عشقی کار میکنن. یا خب من کل این قسمت رو گشتم و پیدا نکردم آیتم. فقط میمونه اینجا جلو چشمون بوده همون اول نگشتیم. اوکی این تیرای چیزه مینیگانمونه داخل قایق. بزنیم سریع برسونیمش به قایق. اوکی بذاریمش سریع روی مینیگان و اوه شت یه موج دیگه انمی داریم. باید برم قایق رو استارت بکنم. وای بگنه حرکت نمی‌کرد. همینجا دهنم سرویس میشد. اوکی 30 ثانیه تحمل بکنم. وای دارم میمیرم. 30 ثانیه تحمل بکنم دیگه قایق حرکت میکنه. وای اصلا دلم نمیخواد این تایمو اینجا بمیرم. دیگه همه کارا رو کردیم. فقط وای خوب شد دیدمش میومد تو قایق. خیلی اذیت میکرد. وای این نمیره. ببینم چقدر تیر میخواد بمیره. یعنی چه جالب. خیلی تیر خاص. اوکی 30 ثانیه شد. ایول تونستیم چالش رو تموم بکنیم. اوکی انقدر درگیر چالش بودم یادم رفته بود که تو مچ پابجی. اوه شت زون رد نشه که بدبخت بشیم. اوکی میرسیم. این سرعتش کمه و جای سیف نزدیکه. خب خودمونو برسونیم یه جای امن و اوکی که خیالمون راحت باشه. اوکی یه صدا تیری دیدمت. خب این که از تو 2 ساعت داشتی تیرمون میزدی. اینه که دوروبر نمیبینم ولی امیدوارم کسی صدا تیرمون نشنیده باشه. صبر کن ببینم دست راست یکی داره ایم. آره دیدمت. اوکی و توی پابجی پی سی فرقش با پابجی موبایل اینه که لگد اسلحه خیلی بیشتر هم باید با دقت بیشتری تیر بزنیم. و یه صدا تیر شت ما رو ایم داره. دیدمت. خب خلاصه باید دقتی تر از پابجی موبایل تیر بزنی وگرنه لگد اسلحه خیلی اذیتت میکنه. من کل این مپو گز کردم. خب جایی ندیدم انمیه رو. نمیدونم واقعا کجا میتونه باشه. من اینکه پشت اینجا. اوکی زونکش شد. اصلا نتونست برسه تو منطقه سیف. ایوه. خب رفقا مرسی از نگاهتون. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و اگر خواستید ویدیوهای مشابهی ببینید توی چنلم پر از این ویدیوها هستش. امیدوارم از اون ویدیو هم لذت ببرید. پس تا یه ویدیو پلوتویی دیگه میبینمت.